دوستان گران قدر، علما و دانشمندای اسلام میگن که رمضان در لغت از کلمه رمضا گرفته شدن و رمضا به معنای حریق کردن یا شدت گرمی هست و ایره علما میگن که رمضان به خاطر از رمضان میگن که یک انسان مسلمان وقتی که روزه میگیره گناه های از الله سبحانه و تعالی حریق میکنه، گناه هایش میسوزانه و از بین میبره. یکی از علما میگن که لانه یرمد الذنوب ان یحرقها بالاعمال الصالحه، یعنی الله سبحانه و تعالی گناه ها را میسوزانه و حریقش میکنه توسط چی؟ توسط اعمال صالحه که طبعا انسان روزدار در ماه مبارک رمضان در 24 ساعت زندگی خود اعمال صالحه میکنه و ما احتیاط بکنیم که در رمضان در هر لحظه عبادت الله را بکنیم و مطابق احکام الله زندگی بکنیم، صبح، شام، نصف شب و هر لحظه به یاد الله باشیم تا ای که با اعمال صالحی ما گناه های ما از بین بره و حریق شود. رمضان در اصطلاح اسلام ماه نهم از ماه‌های مبارک سال قمری می باشه که در بین ماه شعبان و شوال قرار داره و روزه گرفتن از این بالای هر مسلمان فرض می باشه. دیگه کلمه صوم است که صوم در زبان عربی به معنای خودداری یا امساک است. مثلا در سابق چی میکردن؟ از گپ زدن امساک میکردن و میگفتن که اینی نذرت للرحمن صوما. در قصه بیبی مریم است که بیبی مریم میگه که اینی نذرت للرحمن صوما، یعنی بیبی مریم علیه السلام میگه که من برای الله روزه گرفتم یا امساک نمودم، که در وقتی از اونا روزه گرفتن یعنی ترک سخن گفتن هم بود. اما صوم یا روزه در اصطلاح شریعت اسلامی بوده چی میگن؟ صوم یا روزه در اصطلاح شریعت اسلامی دوستان عزیز عبارت از امساک است. چی است؟ امساک است از یا خود نگه داشتن است از طعام، از نوشیدنی، از نزدیکی جنسی و از الفاظ و از اعمال مخالف شریعت اسلامی. پس انسان مسلمان واقعی و روزدار واقعی کسی است که خود از تمامی این امور نگهداری میکنه. به این خاطر در حدیث شریف میخوانیم که حدیث صحیح البخاری هست که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به. رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاری. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر کسی سخنان بیهوده و سخنان غلط و سخنان دروغ و عمل کردن به آن ترک نکنه، پس الله حاجتی و یا ضرورتی به این نداره که این شخص غذای خود، طعام خود و یا هم مثلا نوشیدنی های خود ترک بکنه.